به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو شروع میکنیم با کتاب زیبای جزء از کل نوشته استیو تولز و ترجمه پیمان خاکسار. این کتاب در سال 2008 توسط انتشارات جهان نو چاپ شده. این کتاب بسیار زیباست، حجم بسیار زیادی داره و قطعاً من مقدار خیلی کمی رو در این تایم کم برای شما میتونم بخونم و حتما بهتون پیشنهاد میکنم کتاب رو بگیرید و بخونید. حتما پشیمان نخواهید شد. اما ابتدا مقدمه ای رو از مترجم میخونیم و توضیحات خیلی خوب و شایسته‌ای که در مورد این کتاب توسط افراد مختلف و ژورنال‌های مختلف در امریکا آورده شده. من برای شما این کتاب رو شروع می‌کنم که با همدیگه بریم و دنیای جدیدی رو کشف کنیم. با من همراه باشید. مقدمه مترجم: جزء از کل از نادر کتاب‌های حجیمی است که به نهایت ارزش خواندن دارد. داستان در میانه شورشی در زندان آغاز و در یک هواپیما تمام می شود و حتی یک صحنه فراموش شدنی در این بین وجود ندارد. کمدی سیاه و جذابی که هیچ چاره‌ای جز پا گذاشتن به دنیای یخزده‌اش ندارید. این جمله رو اسکوایر بیان کرده. جمله دیگه از لس آنجلس تایمز برای شما میخونم. یک داستان غنی پدر و پسری پر از ماجرا و طنز و شخصیت‌هایی که خواننده را یاد آدم‌های چارلز دیکنز و جان ایروینگ میاندازند. نوشته بعدی مال اینت آبت کول نیوز هستش. یکی از بهترین کتاب‌هایی که در زندگیم خوانده‌ام. شما تمام عمرتان فرصت دارید رمان اولتان را بنویسید، ولی خدای من جز از کل کاری کرده که بیشتر نویسنده ها تا پایان عمرشان هم قادر به انجامش نیستند. اکتشافی بی اندازه اعتیادآور در اعماق روح انسان و شاید یکی از درخشانترین و طنزآمیزترین رمان‌های پست مدرنی که من شانس خواندنشان را داشتم. استیو تولز یک شاهکار نوشته، یک رمان اول فوق‌العاده که به ما یادآوری می‌کند ادبیات تا چه حد می‌تواند خوب باشد. جمله بعدی از وال استریت ژورنال هستش. جایگاه جز از کل در کنار اتحادیه ابلهان است. داستانی که انگار ولتر و ونگات با هم نوشتند. اما میریم که مقدمه کتاب رو مترجم رو داشته باشیم. استیو تولز نویسنده استرالیایی متولد 1972 سیدنی. اولین رمانش جزء از کل را در سال 2008 منتشر کرد. این کتاب با استقبال زیادی روبرو شد و به فهرست نامزدهای نهایی جایزه بوکر راه پیدا کرد که کمتر برای نویسنده‌ای که کار اولش را نوشته پیش می آید. او این کتاب را 5 ساله نوشت. پیش از آن مشاغلی مثل عکاسی، فروشندگی تلفنی، نگهبانی، کاراگاه خصوصی، معلم زبان و فیلمنامه‌نویس داشت. خودش در مصاحبه‌ای گفته آرزوی من نویسنده شدن نبود، ولی همیشه می نوشتم. در کودکی و نوجوانی شعر و داستان کوتاه می نوشتم و رمان‌هایی را آغاز می‌کردم که بعد از 2.5 فصل دیگر دوست نداشتم تمامشان کنم. بعد از دانشگاه دوباره به نوشتن رو آوردم. درآمدم خیلی کم بود و فقط می‌خواستم با شرکت در مسابقات داستان نویسی و فیلمنامه نویسی پولی دست و پا کنم تا بتوانم زندگیم را بگذرانم، که البته هیچ فایده‌ای نداشت. زمانی که دائم شغل عوض می کردم، یا بهتر بگویم از نردبان ترقی هر کدام از مشاغل پایین می رفتم،
برایم روشن شد هیچ کاری جز نویسندگی بلد نیستم. رمان نویسی تنها قدم منطقی بود که می توانستم بردارم. فکر می کردم 1 سال طول می کشد، ولی 5 سال طول کشید. زبان نوشتن تحت تاثیر کنود هامسون، لویی فردیناند سلین، جان فانته، وودی آلن، توماس برنارد و ریموند چندلر بودم. جز از کل کتابی است که هیچ وصفی حتی حرفهای نویسنده‌اش نمیتواند حق مطلب را ادا کند. این مقدمه کوتاه را هم فقط برای این نوشتم که خواننده با نویسنده آشنایی مختصری پیدا کند. خواندن جز از کل تجربه غریب و منحصر به فرد است. در هر صفحه‌اش جمله‌ای وجود دارد که می توانید نقلش کنید. کاوشی است ژرف در اعماق روح انسان و ماهیت تمدن. سفر در دنیایی است که نمونه‌اش را کمتر دیده اید. رمانی عمیق و پرماجرا و فلسفی که ماه‌ها اسیرتان می کند. به نظرم تمام تعاریفی که از کتاب شده نابسنده اند. این شما و این جز از کل. فصل 1. هیچ وقت نمی‌شنوید ورزشکاری در حادثه‌ای فجیع حس بویایی‌اش را از دست بدهد. اگر کائنات تصمیم بگیرد درسی دردناک به ما انسان‌ها بدهد که البته این درس هم به هیچ درد زندگی آینده‌مان نخورد، مثل روز روشن است که ورزشکار باید پایش را از دست بدهد، فیلسوف عقلش، نقاش چشمش، آهنگساز گوشش و آشپز زبانش. درس من آزادیم را از دست دادم و اسیر زندانی عجیب شدم که نیرنگ‌آمیزترین تنبیهش سوای اینکه عادتم بدهد هیچ چیز در جیبم نداشته باشم و مثل سگی با من رفتار شود که معبدی مقدس را آلوده کرده ملال بود. می توانم با بیرحمی مشتاقانه نگهبانها و گرمای خفه کننده کنار بیایم. ظاهراً کولر با تصوری که افراد جامعه از مجازات دارند در تضاد است. انگار اگر 1 ذره احساس خنکی کنیم از زیر بار مجازاتمان قصر در رفته ایم. ولی برای وقت کشی چه می توانم بکنم؟ عاشق شوم؟ یک نگهبان زن هست که نگاه خیره بی تفاوتش فریبنده است، ولی من در مقوله زنان مطلقاً بی عرضه‌ام و همیشه جواب نمیگیرم. تمام روز بخوابم؟ به محض اینکه چشم روی هم میگذارم چهره تهدیدآمیز کسی که تمام عمر مثل شبح دنبالم کرده برابرم ظاهر می شود. فکر کنم بعد از تمام اتفاقاتی که افتاده به این نتیجه رسیدم حیف آن غشایی در مغز که افکار رویش حک می شوند. اینجا هیچ چیزی نیست که حواس آدم را از درون نگری فاجعه بار پرت کند. راستش به اندازه کافی نیست. خاطره ها را هم نمیتوانم با چوب به عقب برانم. تنها چیزی که باقی میماند دیوانه شدن است که در تئاتری که برنامه هر شبش آپوکالیپس است کار مشکلی نیست. دیشب نمایشی پرستاره اجرا شد. داشت خوابم میبرد که ساختمان شروع کرد لرزیدن و صدها صدای خشمگین با هم دم گرفتند. از جا بلند شدم. یک شورش، بهتر بگویم یک انقلاب بی برنامه دیگر. هنوز 2 دقیقه هم نگذشته بود که در سلولم با لگد باز شد و هیولایی آمد تو. لبخندش صرفاً تزئینی بود. گفت تشکت رو بده. پرسیدم واسه چی؟ با افتخار گفت داریم تمام تشک‌ها رو آتیش میزنیم و 2 انگشت شستش را جوری بالا آورد انگار این جستش جواهری است بر فراز تاج دستاوردهای بشر. پس من روی چی بخوابم؟ روی زمین؟ شانه بالا انداخت و شروع کرد حرف زدن به زبانی که 1 کلمه اش را هم نمیفهمیدم. ورمهای عجیب و غریبی روی گردنش داشت. قشنگ معلوم بود اتفاقات وحشتناکی زیر پوستش در جریان است. همه آدمهای اینجا اوضاعشان خراب است
و بدبختی هایی که مثل چسب بهشان چسبیده بدنشان را از ریخت انداخته. این بلا سر خودم هم آمده بود. صورتم کشمش بود و تنم شراب. با دست زندانی را راندم و به صداهای همیشگی هرج و مرج جمعیت گوش کردم. این زمان بود که متوجه شدم میتوانم با نوشتن داستان زندگیم وقت بگذرانم. البته باید پشت در چنباتمه میزدم و یواشکی و سریع و بدخط مینوشتم. آن هم فقط شبها. بعد باید کاغذها را در فاصله نمناک بین توالت و دیوار جا میدادم و دعا میکردم زندانبانها از آن جنس آدمهایی نباشند که سینه‌خیز همه سوراخ تنبه‌ها را میگردند. وقتی شورش کار را به خاموشی رساند دیگر تصمیم را گرفته بودم. نشستم روی تختم و نور تشک‌های در حال سوختن که راهرو را روشن کرده بود هیپنوتیزمم کرد. ورود 2 زندانی به سلولم خلسه‌ام را برهم زد. جوری به من زل زده بودن انگار یک منظره کوهستانی هستم. آنکه قد بلندتر بود و انگار با خماری 3 ساله از خواب بلند شده بود غرید. تو همونی هستی که حاضر نشد تشکش رو بده؟ گفتم بله. بکش کنار. معترضانه گفتم همین الان میخواستم بخوابم. هر دو قهقهه ناراحتی سر دادند که صدایش من را یاد جر خوردن شلوار جین انداخت. آنکه قدش بلندتر بود کنارم زد و تشک را از روی تختم کشید و دیگری هم مثل یخی که منتظر آب شدن است یک گوشه ایستاد و تماشا کرد. بعضی چیزها هستند که حاضرم گردنم را به خاطرشان به خطر بیاندازم، ولی یک تشک پوره قطعاً جزشان نیست. همانطور که هر کدام یک طرف تشک را گرفته بودند در آستانه در مکث کردم. زندانی قد کوتاه‌تر پرسید نمیای؟ برای چی بیام؟ گفت این تشک توئه، حق خودت آتیشش بزنی. آه کشیدم. امان از آدم و این اصولش. حتی در دوزخی بی قانون هم باید برای خود شرافت قائل شود. تمام تلاشش را می کند تا بین خودش و بقیه موجودات فرق بگذارد. نمیخوام. با دلخوری گفت هر جور میلته. به زبان خارجی چیزی در گوش همراهش بلغور کرد و خنده‌کنان از سلولم رفتند. همیشه اینجا یک چیزی هست. اگر شورش در کار نباشد یکی میخواهد فرار کند. این تلاش‌های بی‌حاصل باعث می‌شوند نقاط مثبت زندانی بودن را ببینم. برخلاف آنهایی که در یک جامعه خوب پدر خودشان را در می‌آورند، ما مجبور نیستیم شرمنده نکبت هر روزه امان باشیم. ما اینجا یکی را جلوی چشم داریم که تقصیرها را گردنش بیاندازیم. کسی که چکمه براق می‌پوشد. برای همین است که آزادی هیچ حسی را در من بیدار نمی‌کند. چون در دنیای واقعی معنای آزادی این است که باید تن به تألیف بدهید حتی اگر داستانتان مفت نیرزد. داستانم را از کجا شروع کنم؟ مذاکره با خاطرات کار آسانی نیست. چطور می شود بین آنهایی که نفس می زنند تا بازگو شوند و آنهایی که تازه دارن پا می گیرند و آنهایی که هنوز هیچی نشده چروک خورده اند و آنهایی که کلام آسیابشان می کند و تنها گردی ازشان باقی می ماند انتخاب کرد؟ یک چیز را مطمئنم. ننوشتن درباره پدرم توانی ذهنی می طلبد که من یکی ندارم. تمام افکاری که پدرم درشان حضور ندارد به نظرم تنها حقه هایی هستند که ذهنم سوار می کند برای اینکه از فکر کردن به او اجتناب کنم. و اصلا چرا باید اجتناب کنم؟ پدرم مرا به خاطر صرف وجود داشتنم مجازات کرد و حالا نوبت من است که او را به خاطر وجود داشتنش مجازات کنم. یر به یر. ولی مشکل اینجاست که در مقابل زندگی هامان احساس کوچولگی می کنم. به ابعادی غولاسا خود را بزرگ جلوه می دهند. روی بومی عریض‌تر از لیاقتمان نقاشی شده بودیم. از این سو تا آن سوی 3 قاره، از گمنامی تا شهرت، از شهرها به جنگلها.
از زیلو به فرش دستبافت. دوست و عاشق به ما خیانت کردند و در ابعادی ملی و در نتیجه کمیک تحقیر شدیم. بی حتی یک آغوش که به ما انگیزه ادامه بدهد. ما آدم‌های تنبلی بودیم که اسیر ماجرا شده بودند و با زندگی بازی می کردیم، ولی خجالتی تر از آن بودیم که تا ته ماجرا برویم. پس چطور بازگو کردن اودیسه دهشناکمان را آغاز کنم؟ سخت نگیر جسپر. یادت باشد آدم‌ها از ساده شنیدن اتفاقات پیچیده ارضا می‌شوند. نه، قش و ظرف می‌کنند. ضمناً داستان من حرف ندارد و واقعی هم هست. نمیدانم چرا، ولی واقعی بودن برای مردم مهم است. اگر کسی به من بگوید یه داستان فوق‌العاده دارم که برات تعریف کنم ولی یک کلمش هم راست نیست، از کوره در می‌روم. فکر کنم باید این واقعیت را بپذیرم. این داستان به همان اندازه که درباره من است، درباره پدرم هم هست. متنفرم از اینکه هیچ کس نمیتواند بدون اینکه یک ستاره از دشمنش بسازد قصه زندگیش را بازگو کند. ولی ظاهراً راهی جز این نیست. واقعیت این است که اهالی استرالیا از پدر من احتمالاً بیش از هر آدمی متنفرند. ولی به برادرش، عمویم، شاید بیش از هر کس دیگری عشق بورزند. من درباره این دو نفر حقایق را میگویم. قصد ندارم زیرا به عشق شما را به عمویم بزنم یا از میزان نفرتتان به پدرم کم کنم. خصوصاً اگر این نفرت همه جانبه باشد. اگر از نفرتتان به این قصد استفاده می کنید که خودآگاهتان را به این سو هل بدهید که چه کسی را دوست دارید، من چیزی را از پیش لو نمی دهم. ضمناً این را هم باید بگویم تا خیالم راحت شود. جسد پدرم هرگز پیدا نخواهد شد. در تمام زندگیم بالاخره نفهمیدم به پدرم ترحم کنم، نادیده‌اش بگیرم، عاشقش باشم، محاکمه‌اش کنم یا بکشمش. رفتار رمزآلود و گیج کننده‌اش مرا تا آخر مردد نگه داشت. درباره همه چیز و هیچ چیز عقاید متضاد داشت. خصوصاً درباره مدرسه رفتنم. بعد از 8 ماه مهد کودک رفتن به این نتیجه رسید دیگر نباید بفرستدم آنجا. چون به نظرش سیستم آموزشی خرف کننده، نابودی کننده روح، باستانی و مبتذل بود. نمیدانم چطور کسی میتواند نقاشی با انگشت را باستانی و مبتذل بداند. کثیف آره، نابود کننده روح نه. به این قصد از مدرسه بیرونم آورد که خودش آموزشم بدهد و به جای اینکه بگذارد نقاشیم را بکنم، نامه‌های ونسان ون گوگ را به برادرش تئو قبل از اینکه گوشش را ببرد برایم می‌خواند. همچنین بخش‌هایی از انسانی با انسانی بسا انسانی تا با هم بتوانیم نیچه را از چنگال نازی‌ها نجات دهیم. بعد پدرم درگیر پروژه زمانبر خیره شدن به فضا شد و من هم خانه می نشستم و انگشتانم را تکان می دادم و آرزو می کردم کاش رویشان رنگ بود. بعد از 6 هفته دوباره پرتم کرد توی مهد کودک و بعد از مدتی به نظرم رسید بالاخره یک زندگی طبیعی را پیش گرفتم. تا اینکه یک روز 2 هفته بعد از شروع کلاس اول راست وارد کلاس شد و دوباره کشیدم بیرون. چون برش داشته بود مغز تأثیرپذیر مرا لای چروک‌های زیر شلواری شیطان رها کرده. این دفعه تصمیمش جدی بود و پشت میز آشپزخانه تقلقمان همانطور که خاکستر سیگارش را روی انبوه ظرف‌های نشسته میتکان به من ادبیات و فلسفه و جغرافیا و تاریخ درس داد. یکی از مواد درسی که اسمی هم نداشت خواندن روزنامه‌ها بود و پارس کردن به من که چطور رسانه‌ها به قول خودش باعث اضطراب اخلاقی در جامعه می‌شوند و از من هم می‌خواست
از منظر اخلاقی به او بگویم چرا مردم به خودشان اجازه میدهند پرتاب شوند توی مغاک اضطراب. بقیه اوقات کلاس‌هایش را در اتاق خواب برگزار می‌کرد. لای صدها کتاب دست دوم، عکس‌های ترسناکی از شاعران مرده، شیشه‌های آبجو، بریده‌های روزنامه، نقشه‌های قدیمی، پوست موزهای سیاه خشکیده، بسته‌های سیگار نکشیده و زیر سیگاری‌هایی پر از سیگار کشیده. نمونه یکی از درس‌ها: خیلی خوب جسپر، مسئله اینجاست. متلاشی شدن دنیا دیگه نامحسوس نیست. این روزها صدای بلند جر خوردنش بلنده. توی هر شهر این دنیا بوی همبرگر بی هیچ شرم و حیایی توی خیابانها رژه میره و دنبال دوستان قدیمی میگرده. تو قصه های پریان سنتی جادوگر شرور زشته، ولی توی قصه های جدید گونه های برجسته داره و ایمپلنت سیلیکونی. آدم ها هیچ راز و رمزی ندارن چون مدام مشغول وراجی هن. باور همونقدر مسیر رو روشن میکنه که چشم بند. گوش میدی جسپر؟ بعضی وقتها که دیر وقت داری توی شهر قدم میزنی و زنی از روبرو بهت نزدیک میشه، میبینی راهش رو کج میکنه و از یک مسیر دیگه میره. چرا؟ چون یکی از اعضای جنس تو به زنها دست درازی میکنه و بچه ها رو آزار میده. همه جلسه ها یک اندازه گیج کننده بودن و موضوعات مختلفی درشان مطرح میشد. سعی کرد راضیم کند، با او وارد یک دیالوگ سقراطی شوم، ولی نهایتاً مجبور شد بیشتر بخش ها را خودش بگوید. وقتی برق میرفت شمعی روشن میکرد و زیر چانه‌اش میگرفت تا نشانم بدهد چطور چهره انسان با نورپردازی صحیح تبدیل به صورتک شیطان میشود. به من یاد داد اگر میخواهم با کسی قرار بگذارم نباید از عادت مسخره انسانها تبعیت کنم که هر ساعت را متشکل از 4 بخش 15 دقیقه‌ای می‌دانند. هیچ وقت با آدم‌ها ساعت 7:45 یا 6:30 قرار نگذار جسپر. باهاشون ساعت 7:12 یا مثلا 8:03 قرار بگذار. اگر تلفن زنگ میزد گوشی را بر می‌داشت و هیچی نمیگفت. بعد که طرف الو میگفت صدایش را زیر میکرد و میگفت بابا خونه نیست. حتی در همان عالم بچگی هم میفهمیدم خیلی مضحک است مردی گنده ادای بچه 6 ساله‌اش را درآورد تا خودش را از دنیا پنهان کند. ولی سالها بعد متوجه شدم خودم هم دارم همین کار را میکنم. فقط با این فرق که خودم را عوض پدرم جا میزدم و با صدای بم میگفتم پسرم خونه نیست، چی کارش داریم؟ پدرم به نشانه رضایت سر تکان میداد. بیشتر از هر چیزی موافق پنهان شدن بود. درس‌ها در دنیای خارج هم ادامه داشتند. با اینکه در چنین جامعه‌ای زندگی می‌کردیم، به من هنر معامله پایاپای یاد میداد. یادم هست دستم را می‌گرفت و مرا برای روزنامه خریدن با خودش می‌برد و سر فروشنده هاج و واج داد می‌زد. جنگی در کار نیست، بازار سقوط نکرده، هیچ قاتلی آزاد نیست، واسه چی اینقدر پول میگیری؟ هیچ اتفاقی نیفتاده. همچنین او را به خاطر میآورم که روی صندلی پلاستیکی زردی می نشست و سرم را اصلاح می کرد. برای او کوتاه کردن مو به قدری به جراحی مغز بی‌شباهت بود که فکر می کرد هر مردی که یک جفت دست و یک قیچی دارد می تواند این کار را بکند. من پولم رو نمیریزم تو جیب سلمونی جسپر. مگه چیه؟ فقط وقتی رسیدی به پوست باید کارت رو متوقف کنی. پدر فیلسوفم نمیتوانست کاری به سادگی کوتاه کردن مو را هم بدون تفکر درباره معنایش انجام دهد. میگفت مو سمبل مردانگی و سرزندگی. هرچند خیلی از آدمهای شورول موهای بلند دارن و خیلی از آدمهای پرتراوت کچلن. اصلا برای چی کوتاهش میکنی؟ مگه چه هیزم تری به ما فروخته؟ و با قیچی های سریع و بی ملاحظه موها را به پرواز برمی آورد.
بابا موهای خودش را هم میزد، اغلب بدون آینه. قرار نیست جایزه بگیرن، فقط باید کوتاهشن. ما پدر و پسری بودیم با موهای نامرتب و مجنون. تجسم یکی از ایده های پدرم که بعدها معنای حقیقیش را فهمیدم. رهایی در این است که شبیه دیوانه ها باشی. شبها درس های روز را با داستان وقت خوابی که از خودش در می آورد تمام می کرد. داستانهایش همیشه سیاه و چندشاور بودند و قهرمان همهشان هم بدل خودم بودم. یکی از داستانها روزگاری یک بچه بود به اسم کسپر. دوستای کسپر راجع به بچه چاقی که پایین خیابون زندگی میکرد یک نظر داشتن. همه ازش متنفر بودن. کسپر که میخواست با بقیه بچه ها دوست بمونه بی خودی از بچه چاقه متنفر شد. بعد یه روز صبح کسپر از خواب بیدار شد و دید مغزش گندیده. بعد مغزش آروم آروم راه افتاد پایین و به شکل دردناکی ازش دفع شد. حیوانکی کسپر خیلی بهش سخت گذشت. در سری داستان‌های پیش از خواب کسپر گلوله و چاقو می‌خورد، با چماق له و لورده می‌شد، در دریاهای آب جوش می‌پخت، روی زمین‌هایی پر از خرده شیشه کشیده می‌شد، ناخن‌هایش از بیخ کنده می‌شد، آدمخوارها اعضای بدنش را می‌بلعیدند، ناپدید می‌شد، از درون و بیرون منفجر می‌شد و اغلب مبتلا به اسپاسم‌های عضلانی شدید می‌شد و یک بار هم شنوایی‌اش را از دست داد. نتیجه اخلاقی همیشه یک چیز بود. اگر بدون فکر کردن از باور عامه مردم پیروی کنی، مرگی ناگهانی و هولناک در انتظارت است. سالها وحشت داشتم از اینکه درباره چیزی با کسی موافقت کنم، حتی اینکه ساعت چند است. کسپر هرگز در کاری موفق نمی‌شد. البته گاهی در نبردهای کوچکی سربلند بیرون می‌آمد و جایزه می‌گرفت. 2 سکه طلا، 1 بوسه، رضایت پدرش. ولی هرگز حتی یک بار در جنگ پیروز نشد. حالا دلیلش را می‌فهمم، چون فلسفه پدرم چند پیروزی شخصی برایش به ارمغان آورده بود. نه عشق، نه آرامش، نه موفقیت، نه شادی. ذهن پدرم نمی‌توانست آرامشی پایدار یا پیروزی حقیقی را تصور کند. در محدود تجاربش نبود. برای همین کسپر از همان ابتدا محکوم به فنا شد. هیچ شانسی نداشت، بدبخت مادر مرده. یکی از درس‌های بیادماندنی وقتی شروع شد که پدرم با جعبه کفشی زیتونی رنگ آمد اتاقم و گفت درس امروز راجع به خودته. مرا برد پارک روبروی خانه من. یکی از آن پارک‌های دلگیر و فراموش شده که شبیه میدان جنگ بین بچه‌ها و معتادها بود. جنگی که معلوم بود معتادها بر بچه‌ها پیروز شدند. علف‌های مرده و سرسره‌های شکسته و تکه‌های پلاستیک گیر کرده به زنجیرهای زنگ زده که در باد تاب می‌خوردند. وقتی روی نیمکتی نشستیم گفت ببین جسپر، الان وقتشه بفهمی اجدادت چطور در و داغون شدن. اینجوری میتونی درک کنی با شکست‌های دودمانت چه کردی. قبولشون کردی یا اینکه به جای انجام اشتباهات بزرگ خودت توی یه مدار دیگه در جهت مخالف اشتباهات اونها کمونه کردی. همه ما مذبوحانه تلاش میکنیم از گور اجدادمون فاصله بگیریم. ولی صدای غمناک مردشون توی گوشمون طنین میندازه و توی دهنمون طعم بزرگترین ظلمی رو که در حق خودشون روا داشتن حس میکنیم. شرم زندگی‌های نزیستشون. فقط انباشته شدن مداوم حسرت‌ها و شکست‌ها و شرم‌ها یا زندگی‌های نزیسته خودمونه که دری رو به فهم گذشتگانمون باز میکنه. اگر به خاطر لغزش سرنوشت زندگی دلربایی نصیبمون بشه و از این موقعیت به اون موقعیت بپریم، هرگز نخواهیم تونست درکشون کنیم. هرگز. در جعبه کفش را باز کرد و گفت میخوام یه چیزی رو ببینی.
و یک دسته عکس شلوول آورد بیرون. ادامه داد این پدر بزرگته. و عکسی از مردی جوان و ریشو که به تیر چراغ برق تکیه داده بود نشانت داد. مرد لبخندی بر لب نداشت. انگار از ترس افتادن به تیر تکیه داده بود. راستش من زیاد به این عکس ها نگاه نمی کنم، چون تنها چیزی که با دیدن عکس مرده ها به ذهنم میرسه اینه که اونها مردن. فرقی نمیکنه ناپلئون باشه یا مادرم، همشون مردن به همین سادگی. آن روز یاد گرفتم مادر بزرگم در دوران شومی که هیتلر توهم عظمتش رو با پوشاندن جامعه عمل به آن نابود کرد در لهستان به دنیا آمد. به گفته پدرم هیتلر رهبری بود قدرتمند با شم بازاریابی. وقتی پیشروی آلمان ها آغاز شد والدین مادر بزرگم فرار کردند به ورشو و بعد از چند ماه سرگردانی در سرتاسر اروپای شرقی سر از چین درآوردند. مادر بزرگم در طول جنگ همانجا بزرگ شد، در گتویی در شانگهای. همانطور که بزرگ می شد زبانهای لهستانی، بیدیش و چینی را یاد می گرفت و به امراض خیز فصل بارانهای موسمی مبتلا می شد و غذای جیره‌بندی و بمب امریکایی می خورد، ولی در نهایت زنده ماند. بعد از اینکه نیروهای امریکایی وارد شانگهای شدند و با خود اخبار بدی از هولوکاست آوردند، خیلی از یهودی‌ها چین را به مقصد اقصی نقاط دنیا ترک کردند. ولی اجداد من تصمیم گرفتند به خاطر تماشاخانه چند زبانه و قصابی کوشر موفقشان بمانند. این تصمیم به مذاق مادر بزرگم که عاشق پدر بزرگم یکی از بازیگرهای تئاترشان شده بود شیرین آمد. بعد سال 1956 مادر بزرگم در 17 سالگی باردار شد و به پدر و مادر خودش و پدر بزرگم فشار آورد مقدمات عروسی را بچینند. چون در دنیای قدیم کسی دوست نداشت بقیه درباره چنین چیزی حساب و کتاب کنند. یک هفته بعد از ازدواج خانواده تصمیم گرفت برگردند لهستان تا بچه در راه را در وطنشان بزرگ کنند. توده سلول که قرار بود پدرم شود. در وطن کسی با آغوش باز ازشان استقبال نکرد. کسی نمیداند به خاطر حس گناه بود یا ترس از تلافی یا صرفاً غافلگیری ناخوشایند. خانواده‌ای که زنگ در را میزند و میگوید شما توی خانه ما هستین، ولی کمتر از 10 دقیقه بعد از رسیدنشان به خانه والدین مادر بزرگم جلوی چشمش با یک لوله آهنی آنقدر کتک خوردن که مردن. مادر بزرگم فرار کرد ولی شوهرش ماند و به خاطر اینکه بالا سر جنازه ها به ابرید آخان بهش شلیک کردند. هرچند چون هنوز آمین نگفته بود پیامش ارسال نشد، مثل اینکه دکمه ارسال ایمیل را نزنیم. او که همزمان بیوه و یتیم شده بود برای دومین بار از لهستان فرار کرد. این بار سوار یک کشتی به مقصد استرالیا شد و بعد از 2 ماه زل زدن به چنبر دلهره آفر افق به محض اینکه یک نفر داد زد رسیدیم وزهم کرد. همین دویدن سمت لبه کشتی و تکیه دادن به نرده. صخره‌های شیبداری آراسته با تاج سبز درختان لب ساحل صف کشیده بودند. مسافرهای جوانتر خوشحال فریاد کشیدند استرالیا. مسافران مسن‌تر می‌دانستند کلید سعادت در پایین نگه داشتن سطح توقعات است. آنها هو کردند. امیدوارم که از این کتاب همین قدری که تونستم برای شما بخونم لذت برده باشید. این کتاب بسیار زیباست. پیشنهاد میکنم بخونیدش تا انتها و حالشو ببرید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.